پذیرایی نایب السلطنه از میهمانان خود به راستی شاهانه بود و این پذیرایی چندین روز ادامه داشت و سرانجام روز موعود فرا رسید و این همان روزی بود که شب قبل از آن نادر یاران مورد اعتماد خود را به حضور پذیرفته و برای فردا آنان را سفارش کرده بود. در آن روز نمایندگانی از گروه کثیر دعوت شدگان برای عرض تبریک به حضور خان بزرگ شرفیاب شدند تا ضمن تبریک از زحمات بی‌دریغ او اظهار سپاس کنند و مراسم حق شناسی به جای آورند. وقتی سخنان نمایندگان حضار در دشت مقان به پایان رسید، نادر لب به سخن گشود و ضمن تشریح مأموریت‌های جنگی خود و پیروزی‌هایی که به خاطر نجات ایران از چنگ اجانب نصیبش شده بود، مطالبی نیز درباره لزوم وحدت سیاسی و نظامی بین همه فرقه‌ها، دسته‌ها و اشایر ایران بیان داشت و در پایان سخنان خود با وجودی که می‌دانست شاه عباس سوم در قزوین وفات یافته است، در حضور علی پاشا نماینده مخصوص دربار عثمانی به دعوت شدگان گفت: من وظیفه‌ای را که درباره اصلاح نظام و ایجاد یک نیروی جدید جنگی برای برقرار ساختن امنیت و کسب آزادی وطنم به عهده داشتم، همانطور که الان تشریح کردم انجام دادم و اینک احساس می‌کنم که بسیار خسته هستم. در حال حاضر هم طهماسب دوم و هم فرزندش عباس سوم هر دو حیات دارند. کشور نیز در امنیت کامل است و سپاهیان ما نیز جان بر کف آماده ادامه جانبازی هستند. شما اختیار دارید که یکی از آن دو یا هر کس دیگر را که خود مایلید به سلطنت انتخاب کنید و راه خود را ادامه دهید. من قصد آن دارم که به خراسان بروم و بقیه چند صباح عمرم را در آن دیار که زادگاه من است بگذرانم، ولی هرگاه که احساس کردید به وجود من احتیاج است، با کمال میل دوباره پا در رکاب خواهم آمد و آنچه که در قدرت دارم به خدمت وطن خواهم کشید. گرچه سخنانی که نادر بر زبان راند همه حاکی از کمال بی‌نیازی وی بود، ولی آنان که در آن روز تاریخی حضور داشتند به خوبی می‌فهمیدند که مقصود اصلی نادر از هر کس دیگر را که مایلید به سلطنت انتخاب کنید چیست. این هر کس دیگر جز نادر کسی دیگر نمی‌توانست باشد و نبود. پس گروهی با تعلیماتی که قبلا دیده بودند و گروهی دیگر با میل خود عرض داشتند که ما لایق‌تر از نادر برای سلطنت برای خویش کسی را نمی‌شناسیم. بنابر آنچه که از یک منبع تاریخی ذکر شده، ظاهراً غلامان مخصوص نادر مردم را ترسانده بودند که در صورت اظهار عدم تمایل به سلطنت وی نادر خشمگین خواهد شد. بنابراین مردم چاره جز اطاعت از خان مخوف نداشتند و اظهار نمودند که ما هیچ کس را نیافته و نمی‌شناسیم که از خان بهتر و لایق‌تر و بختیارتر باشد. به هر حال قیافه و سکنات نادر پس از شنیدن اظهار تمایل نمایندگان مدعیون دشت مقان درباره سلطنت وی سخت بی‌تفاوت می‌نمود و دلیل بی‌تفاوتی خان افشار این بود که می‌خواست برای آنکه در آینده منت‌گذار کسی نباشد و با آسانی آنچه را که در اندیشه دارد به فعل درآورد، نه به پیروی از میل و خواسته‌های خود بلکه برای رفاه حال مردم خواسته‌های آنان را بپذیرد. و روی این اصل وقتی سر و صداها خوابید، پرسید که آیا این نظر و خواست همگان است و آیا کسی نیست که نظریات دیگری داشته باشد؟ ابتدا کسی حرفی نزد، ولی وقتی نادر سوال خود را تکرار کرد، یکی از روحانیون حاضر در جلسه، شخصی به نام میر محمد حسین که در حقیقت مقتدرترین مقام مذهبی شیعه محسوب میشد، اجازه سخن خواست و چون آغاز کلام کرد، گروهی از ترس و گروهی از خشم بر خود لرزیدند، زیرا روحانی عالی مقام شیعه در بخشی از سخنان خود گفت: در باب امور مذهب راهنمای ما احکام خدا و احادیث پیغمبر است. سلاطین نباید تغییر و تجدیدی در آن کنند، لذا از خان بزرگ استدعا داریم که اندیشه‌ای در باب برانداختن مذهبی که برقرار است یعنی شیعه نداشته باشند که این اقدام یقینا نتایج خطرناکی خواهد داشت. این سخنان میر محمد حسین و برخی سخنان دیگر او که به زبان آورده بود مخالفت علنی با سلطنت نادر بود و این اظهار مخالفت یاران او را از ترس جان و موافقان نادر را از خشم به لرزه انداخت و گرچه نادر در آن جلسه درباره سخنان وی اظهاری نکرد، ولی وقتی که فردای آن روز خبر مرگ میر محمد حسین در دشت مقان پیچید، همگان دانستند که زبان سرخ وی سر سبزش را برباد داده است.
جز میر محمد حسین یکی دیگر از ساده دلان شرفیاب شده به حضور نادر که بیگلر بیگی قره‌باغ قفقاز بود و آغرلو خان قاجار نام داشت اظهار نظر کرد که بهتر از خان بزرگ همچنان در مقام نایب السلطنه انجام خدمت کند و پادشاه تازه از میان صفویان برگزیده شود. این یکی گرچه به لحاظ خدمات صادقانه‌ای که بارها به نادر کرده بود جان از کف نداد، ولی بعدها چندان به گناهان کرده و ناکرده متهم و متصف شد که به ازای هر اتهام قسمتی از دارایی خود را از دست داد و دیگر نیز صدر کاری را بر دست نگرفت و تا آخر عمر خود نیز مغضوب و مطرود باقی ماند. با وجودی که نادر به سلطنت برگزیده شده بود، اما با این وجود او امتناع می‌کرد و در پایان جلسه اظهار داشت که آنچه گفتنی بود گفتم و بر گفته خیش نیز پایبندی خواهم داشت. شما تا هر زمان که در تصمیم خیش برای انتخاب پادشاه جدید متفق القول نشده اید، فرصت برای اندیشیدن رأی خیش دارید و من نیز تا همان هنگام همگام و همراه با شما خواهم بود. حاضران چند روزی مهلت جستجو از نادر خواستند و روز 4 شوال سال 1148 هجری قمری وقتی دوباره نمایندگان دشت مغان به حضور نادر رسیدند و تصمیم خود را دایر بر اینکه خان نایب السلطنه لایق ترین فرد برای سلطنت است، نادر قبول کرد که سلطنت را بپذیرد به شرط آنکه آنان نیز که نمایندگان همه مردم ایرانند شرط او را بپذیرند و آنگاه شرایط خود را به این شکل مطرح کرد: 1. ایرانیان میبایست از طرفداری خاندان صفوی به هر شکل و هر صورت دست بردارند و هیچ کدام از بازماندگان صفویه را به جان و مال پناه ندهند و الا جان و مال آنان متعلق به نادر خواهد بود. 2. بر اساس آنچه که شخصی به نام ملا علی اکبر ملاباشی و دیگر علما فتوا دادند، شاه اسماعیل اول صفوی شخصی بوده که سبب بروز فتنه و فساد میان دو دولت ایران و عثمانی شده است. پس باید از امروز ایرانیان دست از مذهب تشیع برداشته و در فروع دین از امام جعفر صادق که مورد قبول همه مسلمین است پیروی کنند و مخصوصا باید که از هر گونه طعن و لعن خلفای راشدین دست بردارند و اسباب تجدید فتنه و فساد نشوند. 3. سلطنت در خانواده من موروثی باشد. با آنچه که بر سر میر محمد حسین و آغرلو خان قاجار آمده بود، معلوم بود که دیگر هیچ کس نه با سلطنت نادر و نه با آنچه که شرایط اوست مخالفتی نکرد و نادر که سلطنت را پذیرفته بود قول داده بود که عثمانی را راضی خواهد کرد که مذهب شیعه را به عنوان یک مذهب رسمی بشناسد و عداوت و دشمنی عثمانی و ایران را که موجب تباهی بسیار و خرابی بیشمار خواهد بود یکسره برخواهد انداخت. توماری به میان آورده شد. تا ابتدا همه آنها که حاضر بودند و سپس دیگران آن را که در حقیقت سند پذیرفتن شرایط برای قبول سلطنت او بود امضا کردند. روز پنجشنبه برابر با 18 اسفند ماه سال 1114 هجری شمسی، نادر قلی افشار با عنوان اعلی حضرت نادرشاه افشار بر تخت پادشاهی که حتی آن را نیز از قبل تدارک دیده و به دشت مغان آورده بودند نشست و تاج سلطنتی را بر سر گذاشت و همان روز نیز به نام خود سکه‌ای زد که در یک طرف آن جمله الخیر فی ما وقع نوشته شده بود و در طرف دیگر آن این شعر خوانده میشد: سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان، نادر ایران زمین و خسرو گیتیستان. و 5 روز بعد از تاجگذاری نادر در دشت مغان، نمایندگان کنگره تاریخی متفرق شدند تا بر اساس آنچه که تقدیر رقم زده بود هر یک نقشی را که بر ایشان مقرر شده بود بازی کنند. به هر حال نادرشاه به مدت 12 سال فرمان روایی کرد که قسمت اعظم این مدت به جنگ سپری شد. طبق تاریخ او در روز 10 جمادی الثانی سال 1160 هجری قمری شب هنگام در جریان توطئه‌ای که به رهبری محمد صالح خان افشار توسط همراهان او در خیمه استراحتگاهش در فتح آباد قوچان به قتل رسید و بعد از او 5 تن از بازماندگانش به این ترتیب به قسمت‌هایی از قلمرو و حکومت او فرمانروا شدند.